به نام خدا. توی این ویدیو میخوایم در مورد تکنولوژی میمکش یک ارائه خدمت شما ارائه بدیم. بعد در ادامه به بررسی کد و در واقع یک دمو کاربردی خدمت شما ارائه داده میشه. این ویدیو توسط دانشجویان مهدی توییسرکانی و شیدا جامعه اصل در واقع تدارک دیده شده. در ابتدای کار یک توضیح در مورد این تکنولوژی خدمت شما ارائه داده میشه. در واقع میمکش یک پروژه، یک در واقع کشینگ سیستم اوپن سورس با عملکرد بالا و به صورت دیستریبیوتد که به ما اجازه رو میده که سرعت وب اپلیکیشن هامون رو بسیار بالاتر ببریم به وسیله کمتر کردن دیتابیس کال ها. در واقع میمکش طوری از این کشینگ سیستم در واقع دیتا رو در رم ذخیره میکنه که برای ما یک دسترسی خیلی سریع رو فراهم میکنه. معمولا استفادهش به صورت این هستش که دیتا هایی که بسیار پرکاربردن رو مثل اطلاعات سشن ها یا پروفایل کاربران یا کانتنت وبسایت ها رو برای ما به صورت کش ذخیره میکنه. نحوه عملکرد به این صورتش که وب اپلیکیشن ابتدا در واقع بررسی میکنه که داده مورد نیاز توی کش ما در واقع میمکش ما حضور داره یا نه. اگر باشه بسیار سریع اون رو برای ما در واقع بازیابی میکنه. اگر نباشه از دیگه دیتابیس کال میشه و از پایگاه داده دیتا رو برای ما میاره، ولی برای استفاده بعدی دیتا رو استور میکنه در کش. ویژگی‌های کلیدی میمکش این هستش که به ما این امکان رو میده که بسیار سریع به داده ها دسترسی داشته باشیم، چرا که ذخیره سازی تو رم باعث میشه که سرعت بازیابی بسیار بالا بره. معماری توزیع شده داره که به ما قابلیت در واقع دیپلوی کردن روی چندین سرور با در واقع اسکیلبیلیتی و های اویلیبیلیتی بالا به ما داده میشه. و بحث بعدی بحث سیمپلیسیتی هستش که این فرایند بسیار ساده و کانفیگ کردنش هم بسیار ساده انجام میشه. یوز کیس هایی که برای میمکش در واقع کاربرد هایی که برای میمکش هست، همونطور که اشاره کردم از مهمترین از سشن منیجمنت هستش یا مدیریت نشست ها که در واقع ذخیره داده های کاربران رو برای ما انجام میده برای بهبود عملکرد وب اپلیکیشن ها. بعدی بحث وبسایت کانتنت کشینگ هستش که توی دمو هم همین موضوع مطرح میشه که محتواهای پرکاربرد مثل صفحات پروداکت یا محصولات یا پست های بلاگ ها رو برای ما ذخیره میکنه. بحث بعدی کش کردن فیدهای شبکه‌های اجتماعی هستش که زمان بارگذاری فیدهای شبکه‌های اجتماعی رو برای یوزرها بهبود میده. معماری میمکش به این صورت هستش که از 3 بخش تشکیل شده: سرورها، کلاینت ها و نتورک. سرورها داده ها رو در هم ذخیره میکنن و یک در واقع نتورک اینترفیس برای ارتباط با برنامه‌های کلاینت ایجاد میکنن. کلاینت برنامه‌های کلاینت برای ذخیره و بازیابی داده ها با سرورهای میمکش ارتباط میگیرن و سرورهای میمکش از طریق شبکه با یکدیگر ارتباط میگیرن تا داده ها رو توزیع کرده و درخواست ها رو در واقع مدیریت بکنن. نحوه یک پارچه سازی در واقع میمکش توی کد هم به این صورت است. میتونیم با استفاده از کتابخونه ها که برای زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف کتابخونه‌های میمکش موجوده، یا API کال ها که برنامه‌های کلاینت برای ذخیره یا بازیابی و حذف داده‌ها از API میمکش استفاده می‌کنن، یا از دیتا فلو ها که داده ها بین برنامه و سرورهای میمکش از طریق شبکه در واقع منتقل میشه. ما میتونیم که پرفورمنس میمکش هم چند طریق در واقع اپتیمایز بکنیم. یکیش کش سایز هستش که باید متناسب با نیازهای برنامه تنظیم بشه. دومیش اکسپایریشن پالیسیز هستش که در واقع باید زمان انقضای دیتا رو تنظیم بکنیم تا داده های منسوخ در واقع
جلوگیری بشه ازشون. و بحث سوم هم بحث دیتا دیستریبیوشن هستش که باید داده ها بین چند تا سرور برای افزایش، برای بهبود در واقع مقیاس پذیری و عمل کرد توزیع بشن. در واقع این یک نمای کلی از در واقع این تکنولوژی میمکش هستش. حالا در ادامه ما وارد کد میشیم و اون دمویی که پیاده سازی شده رو خدمت شما توضیح میدیم. ما اینجا به وسیله داکر اومدیم چند تا میکرو سرویس رو در واقع کانتینرایز کردیم به این صورت که اینجا 4 تا میکرو سرویس در یک شبکه قرار میگیرن که ما به وسیله شبکه‌ای که اینجا مشاهده میکنید میمکش نتورک این 4 تا سرویس رو در واقع ایجاد کردیم و اینا رو توی یک شبکه قرار دادیم که با هم در ارتباط باشن. 4 تا سرویس رو خدمت شما معرفی میکنم، فانکشنالیتیشون رو توضیح میدم و در یک وب اپلیکیشن که فرانتش دیولپ شده اونجا خدمت شما به صورت ویژوالی توضیح میدیم. ما اینجا در واقع اون دمویی که میخوام خدمت شما بدیم این هستش که یک سرویسی داریم، یک میکرو سرویس داریم که یک سری دیتا، یک سری محصولات رو به ما برمیگردونه که این سرویس اسمش هستش میمکش پروداکت سرویس API که خب رو پورت 4000 این در واقع انجام شده اومده بالا. بحث بعدی یک API کال هستش به اسم میمکش API، یک سرویس دیگه به اسم میمکش API هستش که این کاری که این در واقع سرویس میکنه این هستش که دیتا پروداکت ها رو از این در واقع پروداکت سرویس میگیره و به یک سری سلر هایی که در واقع اون محصول رو میفروشند به قول معروف اساین میکنه و اون دیتا رو به صورت کلی و جامع به ما برمیگردونه. یه دونه SQL سرور داریم که این SQL سرور در واقع کاری که میکنه این هستش که برای ما استوریج دیتا رو انجام میده و یه رابط MQ هم برای به عنوان مسیج بروکر بین دو تا سرویس میمکش API و میمکش پروداکت سرویس API همون دیولپ شده که این هم در واقع مورد استفاده قرار میگیره تا در واقع اون سرویس ها با هم دیگه در ارتباط باشن و بتونن با هم ارتباط بگیرن. ما در واقع کاری که میخوایم بکنیم با محوریت این هستش که لود روی سرور رو کم بکنیم با استفاده از میمکش که دیتا رو کش بکنیم که این خدمت شما نمایش داده میشه. ما کاری که انجام میشه در مرحله اول این هستش که اینجا این دیتا از DB کانتکست این دیتا ها خونده میشه، دیتا پروداکت ها توسط این کنترلری که کدش رو مشاهده میکنید که خب آیدی، نیم، دیسکریپشن، کاتگوری، پرایس، دیسکانت و کوانتیتیشون برگردونده میشه به ما و در واقع این دیتای محصولات ما هستن. در مرحله بعدی ما این سرویس در واقع پروداکت سرویس ما هستش به این صورت هستش که میاد لیست سلرها و پروداکت هایی که ما در واقع در بخش قبل فچ کردیم رو به هم با توجه به ارتباطی که بینشون برقراره به هم دیگه ربط داده میشن و لیست کلی محصولات به همراه فروشنده هاشون خدمت در واقع سرویس ما قرار میگیره که اینجا میتونید مشاهده بکنید که به این صورت پیاده سازی شده. در ادامه ما یه بحثی داریم تحت عنوان دیتا فچ کردن که اینجا توسط کش پرووایدر این کار انجام شده که همونطور که میبینید در این بخش کد یه زوم تر بکنم ببینید اینجا ابتدا دیتا توی چک میشه که روی کش وجود داره یا نه. اگر نبود ما به وسیله این نکس هندلر میریم دیتا رو از دیتابیس میخونیم و در واقع با این متد ست کش و این کش کیو پروداکت
این دیتا رو کش میکنیم داخل در واقع رم در واقع دیوایس. این که اینجا هم در واقع فرآیند کشینگ رو میتونید ببینید. اینجا با استفاده از مایکروسافت اکستنشنز کشینگ مموری، این کلاس در واقع این مموری کش پرووایدر با استفاده از آی کش پرووایدر در واقع دیولپ شده که ما میتونیم دیتا رو به وسیله این در واقع سرویس، به وسیله این پرووایدر کش بکنیم. حالا این همونطور که دیدین اینجا ما میایم این داکر در واقع کامپوزمون رو ران میکنیم. خب میبینید که 4 تا در واقع میکرو سرویس ما الان به درستی ران شده و میریم داخل بروزر اون فرانتی که در واقع دیولپ شده هم میتونیم ببینیم. اینجا تب نتورک رو من باز میذارم که ما بتونیم در واقع مشاهده بکنیم. اینجا داخل داکر میام چک بکنیم که همه چی در واقع به درستی کانتینرامون دارن ران میشن. همونطور که میبینید داکر انجینمون در واقع داره ران میشه و همچنین این در واقع 4 تا سرویس ما که زیر مجموعه میمکش هستن هم به درستی ران شدن. برمیگردیم به صفحه بروزر. خب دیتا برای ما فت شده. همونطور که میبینید لیست محصولات هستن به همراه لیست فروشنده های. اینجا یک بخشی دیولپ شده به اسم API Call Time که همونطور که میبینید اولین بار که دیتا میخواد فچ بشه، چون کشی وجود نداره، دیتا کش نشده، تقریبا 3 ثانیه طول کشیده. در واقع 3 ثانیه طول کشیده. حالا یه بار دیگه اینجا ما رفرش میکنیم صفحه رو. همونطور که میبینید تایم فچ کردن دیتامون به طور محسوسی کم شده و روی مثلا رنج 16 میلی ثانیه، 28 میلی ثانیه، 20 میلی ثانیه شده. این به این معنایی که خب کشینگ سیستم ما در واقع با موفقیت داره کار میکنه و همونطور که میبینید و ما دیگه دیتابیس رو به صورت مستقیم کال نمی کنیم و از در واقع دیتای کش شده داریم استفاده می کنیم. اینجا یک روی کارت های آیتم ها همونطور که میبینید یه آیتمی در واقع یک باتنی در واقع ایجاد شده که میتونیم به عنوان مثال کسری موجودی داشته باشیم. وقتی روی این محصول به عنوان مثال کلیک میکنیم میبینید که یک پیغامی به ما نمایش داده میشه که با موفقیت این محصول در واقع کسر شده موجودیش و وقتی که روی اوکی کلیک کنیم یک بار دیگه دیتا فچ میشه که در واقع تعداد اون محصول که در انبار موجوده برای ما آپدیت بشه. این بار همونطور که مشاهده میکنید دوباره نزدیک به 3 ثانیه این دیتا فچ کردن طول کشید. چرا این اتفاق افتاد؟ به این دلیل که وقتی ما موجودیمون کسر میشه این قضیه باعث میشه که دیتای کش ما در واقع اعتبار و انقضاش تموم بشه، ما مجبور باشیم که از دیتابیس یک بار دیگه دیتا رو آپدیت کنیم که داخل کد هم به این صورت خدمت شما نشون داده میشه. اینجا میبینید که یک API پوت هستش که در واقع توی این بخش اون آیدی مربوط به محصول رو ما در واقع داخل یک متغیر مثل پروداکت ذخیره میکنیم. اگر اون آیدی نبود که خب یه پیغام محصول یافت نشد در واقع ریز میکنیم. اگر که تعداد محصول از در واقع کمتر از 0 بود یک در واقع بد ریکوست به اسم محصول موجود نیست میدیم. اگر که مشکلی نبود یک دونه از تعداد اون محصول کم میشه، تغییرات در دیتابیس ذخیره میشه و با استفاده از متد publish endpoint .publish که مربوط به رابیت هستش اون آیدی یه در واقع به رابیت پاس داده میشه که به بین سرویس ها ارتباط برقرار بشه که بتونیم دیتا رو از اون سرویس پروداکت هامون ریفچ کنیم. این متد رابیت که در واقع ایجاد میشه توی این بخش همونطور که میبینید اون در واقع کانتکست مسیج داد کیمون که همون پروداکت آیدیمون باشه،
اینجا به متد پروداکت دیتا هندلرمون در واقع پاس داده میشه که میگه که آقا دیتا اکسپایر شده و مجدد نیاز هستش که ریفرش انجام بگیره، که در واقع برمیگردیم تو همین بخش که این در واقع پروداکت دیتا هندلرمون میره و این سری با دیتای جدیدتر از دیتابیس یک بار دیگه دیتابیس رو کال میکنه. بار دیگه برگردیم داخل سامانه، یه بار دیگه در واقع رفرش بکنیم، میبینید که دوباره دیتا کش شده و تایم در واقع API کالمون به طور محسوسی کم شده. همونطور که یه بار دیگه اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم، مثلا این محصول رو الان تعدادش مثلا زده کوانتیتی 500 تا، یه دونه ازش کسر میکنیم، این در واقع یکی از سرویس های ما رو که روی پورت 4000 هستش کال میکنه با یه آیدی محصول و مجددا پروداکت رو ریفرش میکنه. میبینید که تایم دوباره در واقع زیاد شد، تعداد در واقع مقدار زمانی که تا دیتا از دیتابیس کال بشه در واقع زیاد شد. مجددا رفرش بکنیم میبینید که دیتا کش شده و دیتای جدید جایگزین کش قبلی شده. به طور کلی این روش به ما کمک میکنه تا از در واقع دیتابیس کال کردن های اضافه خودداری کنیم و سرعت در واقع وب اپلیکیشن ما رو به طور خیلی محسوسی افزایش میده. با تشکر از توجهتون.